پایگی کلانش از زن نباشد اون مردکو کارگاه نروند نمیشه. باید زن همین کارو یگابین کدنش دکتر. Когда мать воспитает своего мужчину, когда воспитает своего маленького сына, и он начинает работать, пахать, и она будет воспитывать такого мужчину, который будет вкладывать в душу Таджикистан, будет, например, прокурором, министром, что угодно, судьей. وقتی که زن مادر به فرزندش یک تربیت درست می‌دهد، او را به مهنت‌دوستی، میهن‌پرستی، خویشتن‌شناسی، خودآگاهی تربیت می‌کند، مهنت‌دوست تربیت می‌کند، این علاقه سهم زن در جامعه برای پیشروی اقتصادیات می‌شود. مادر که در خانه بسیار است و وقت خود را با همون فرزند بسیارتر می‌گذراند، آنها می‌توانند اولین درجه در راه صرفه‌کاری تربیت نمودن فرزند با دانش جلب کردن آنها، با کتابخوانی میل و رغبت آنها را زیاد نمودن، در خانه با آنها کار کردن که این مسئولیت همون کودک را دوچند میکند. البته میتوانند آنها نسل‌های سالم و باسواد و تربیت رسانند که در پیشرفت ساحه‌های گوناگون کشورمان البته سهمگذار خواهند شد. سهم خود را به تاجیکستان مانده میتواند. البته حالا هنرهای مردمی بسیار به پیش رفته ایستاده است. زنها در خانه هم نشسته، مثلا دوی زندگی کردن، بافندگی کردن میتوانند. آنها برای آنها بسیار شرایط مهیا هست. زنها هستند که آن را ثمره‌ناک استفاده میبرند و در جایهای در کاری صرفه میکنند و نگاهبینی تمام اقتصاد عائله در دست زنها است. این هم یک یاردم میشود برای مرد، برای آن نفری که در بیرون در کوچه کار و فعالیت میبرند. نسل نو را تربیت کنند، نبیره و فرزندای راه درست با اندازند. این هم یک اقتصادیاتی و به اکنامیک تاجیکستان به یک سهمشون میرسد. سن امیر دوره که در خانه میشن فرزنداشون تربیت نشان میتین، بعد خسر خشتمان نگاه بین میکنن، خدمت خانه را میکنن، شوهر حرمت ایزد میکنه. زن خونشین باشه با معرفت باشد اگر بسیار کمک میکند. من مثلا همین زنی فوزیل، زنی چی باشه که خاطر هم مردم جمع است و مرد نقص کار میکند و شرطه زیادتر کار میکنند. مثلا این هم همین یاردم زن است که علاقه زن شده، خاطر پریشان که مثلا کار کردن هم نمیشه. میتواند که در خانه کار کند، باز کمتر دیگه پول درآمد کند. امروز وقتی که همسر که مادر ما در خانه میشیند و برای ما خوراک میکنه و کار خانه را میکند، اگر ما اینا پرداخت پولی کرده برای این خیلی پولی گران میشود. برای همین ما اینا نوگیده نمیتونیم. در خانه میشینی میبوفی یا که میدوزی یا دوزنده باشی هم میشود. کار خانه پخت پس فهمه که شوهرشون کار میکنن و یا شوهرشون دستگیری میکنن. البته که اگر خواندگی باشد، وقتی که ما خواندگی باشه ما نه تنها به تاجیکستان بلکه به عائله خودمون هم نیز یاردممون میرسد. البته زنان خانه‌نشین یکنی وظیفه آنها تربیت کردن فرزند می‌باشد که فرزند آینده ملت است. در حالت خوب تربیت کردن جمعیت ما عبور میشه. البته در خانه تشکیل کردن کارخانه‌های خوب و پوختن لباس‌های هر گونه لباس‌هایی که امروز به زن تاجیک خاص می‌باشد، شاید در اقتصاد جمهوری تاجیکستان گذاشته می‌تواند.